سلام. ای وای نه اینو نباید میدی. خب توی ویدیو قبلی من فکر کنم یه چیزی که نشون داده بودم یوتیوب خودم باشتون اصلا ویدیو قبلی کی بود؟ خب این چیز خوبی نگذاریم. خب توی این ویدیو قراره که من پینترستمو نشون بدم چه کانتنت فوق. معمولا من این کارو نمیکنم و نمیام اینا رو نشون به بقیه بدم، ولی خب به نظرم چیز خیلی جالبی قراره باشه، چون که اگر با مقوله آرت و اینا آشنایی داشته باشید چیزی خبر دارید به اسم کانسپت. عجب چیزی. اینو من میخوام. همونطور که عرض میکردم شما اگر با مقوله کانسپت آرت آشنایی داشته باشید متوجه این موضوع میشه که به عنوان یه آرتیست شما معمولا نیاز به رفرنس های خیلی متعددی دارید و خدا من پینترستم خیلی خوشم میاد. کاری که امروز قراره انجام بدیم اینه که به یکی از اینا به محتوای نه چندان فاخری که بنده سیو کردم و عوارض فیتیش های بنده است ریاکت بریم. و من میگم معمولا این کار انجام نمیدم، ولی به نظرم ایده جالبی اومد که بعد این همه مدت سیو کردن همچین چیزایی به اشتراک بذارمش. خیلی خب اینجا یه خورده از محتوایی که من سیو کردم و دوست داشتم رو داریم که فکر کنم حدودا 179 تا باشن. این چیزی که اینجا نوشته یا بیشترن یا کمترن، نمیدونم دقیقا قراره بهشون اضافه یا کم کنه، ولی خب میریم از اولی شروع کنیم. اولیش حالا من نمیدونم کسی آشنایی داره با این انیمیشن یا نه، من رفرنس هایی که اینا رو ازش میارم هم میگم. این اولیه مال یه شوی قدیمیه، فکر کنم 2018 اومد، نمیدونم، ولی فکر کنم اسم شوش آن سوی دیوار باغ بود. بله همچنان یوتیوب عزیزم. بله آن سوی 2014 اومد، من چقدر پیش. و این یارو خیلی یارو حقیقتا کانسپت آرت جالبی داره، یعنی حقیقتا من میتونم بگم که چیزایی که بهش مرتبطن هم خیلی خیلی یارو جالبیه. حالا استوریش هم نمیخوام اسپویل کنم، فقط اینو بدونید که این مین ویلن این چیز است، اون سری انیمیشن است. بعد از اون من یه چند تا کانسپت ها از Don't Starve Together دارم. اینا اگه نمیدونه یه بازیه DST Game در مورد یه عده آدمه که افتادن توی دنیای عجیب و غریبی و باید زنده بمونن از زمین لرزه و گشنگی و ایران. و آره خیلی جالبه. اصولا شخصیت ویلن داستان اصلی اینه، ولی خب بعدن یه اتفاقاتی میفته و این حرفا حالا ما توضیح نمیدیم، اسپویل نمیکنیم. و ما اینجا وبر داریم، پشمان وبر خیلی خوبه. وبر هم باید توضیح بدم. ببینید وبر یکی از کاراکترهای گیم، من با وبر بازی میکنم، همیشه عشقم وبره. این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. حالا من وارد جزئیاتش نمیشم چون این همه محتوا داریم و هنوز ردیف اولیم. خب اینم وزه، بازم یکی از همون کاراکترها. و آقای بارکو این آرت رو اکچولی یکی تو استیم پست کرده و اینجا میگه فاند آن استیم و what the fuck that's beautiful my man what the fuck. این اکچولی مال آندرتیل اگه نمیشناسید، این دختری که اینجاست، بذار ببینم میتونم پیداش کنم براتون بیارمش. اسپایدر این اسمش مافت بود، مافته و خیلی باحاله و باسش اینجوریه که میری باش چایی میخوری که دفعه یه سری اتفاقات عجیب غریب میفته، خیلی چیز عجیب غریبیه. اینو میشناسن، اینو براتون توضیح. اینو مال دلتارونه، اینم سازنده همون آندرتیل درستش کرده، ولی عجب چیزیه پشمام. ایناش این یارو اصلا اینجا خیلی چیزش کمتره، پیکسلیه بازی، ولی عجب چیزی. We have بندی right there. بندی رو امیدوارم که بشناسید، چون اگه نمیشناسید باید بگم که that's something bad. چطوری میشه همچین کاراکتر خوبی رو نشناسی؟ این خوب حقیقتا من این آرت استایل رو باید یاد بگیرم. این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. فاطمه سیف کن. ببینید دوستان، بنده یه سری بازی ایندی هست که فکر کنم برای سال 2000 چند بود، 2017 اومد. بندی اند اینک ماشین و شخصیت منفی اصلی اونجاست. البته منفی نمیشه گفت، بیشتر مین کاراکتره
شخص اصلی یه نفر دیگه است، ولی خب پوینت بازی روی این شخصیت میگرده و کلا چیز جالبیه. معمولا تا آخرای بازی نمیبینینش، ولی خب کلا چیز جالبیه. و there's more. این اکچولی خیلی دوست داشتم، شبیه کاراکتر خودم بود، سیوش کردم، هیچ وقت نمیشناختم. ادامه بدیم. دیگه چی آرت استایل خفن. اینایی که شکلای دیورس شده انسانن رو خیلی دوست دارم. اینا به نظرم خیلی جالبن. مثلا شیدینگ و رندرینگ خیلی باحالی دارم برام و این خیلی خوب بود اکچولی. اینو خیلی دوست داشتم. لودش کن. خیلی خوبه. اینو یادم رفت. این خیلی قشنگ‌تر بود. اینو سیو دارم یه نسخه دیگه شو اونور. عجب چیزیه این فاکت. اینم همینطور. این AI امیدوارم AI نباشه، یا باشه ناراحت میشم، ولی خب بررسی کنم این AIه. I think it's AI actually. این مال دیویل میکرای انیمه جدیدش بود. حقیقتا فقط هم از این کاراکتر خوشم اومد. اینم مال بازم بندیه. اینا رو actually خیلی دوست دارم. اینو مثلا این کانسپت آرت و این داره. گفتم اینا سیو دارم. اینو مال دارک سولزن. عجب چیزایی اینو تو رو خدا بگو اسم این شو چی بود، من یادم بیاد. وای اسم این شو چی بود؟ وای من یادم رفت. آها پیداش کردم. The Gear from Other Side. Actually این حقیقتا یه چیز خیلی بنگه. ببینید لطفا، خیلی چیز قشنگه حقیقتا. دروغ چرا؟ حقیقتا یه چیزی بهتون بگم، من از این فیلم‌ها میبینم بیشتر حالم بد میشه تا خوشحال بشم، چون حسودی میکنم به این آرت استایل استیکمن کاراکتر. حقیقتا ایده این ندارم که پشت این کاراکتر به قضیهش چیه، ولی خب ادامه میدیم. وای من از این کلاروسیا خیلی خوشم میاد. این مال لیتل نایتمرزه. لیتل نایتمرز رو فکر کنم همه بازی کردن دیگه. لیتل و این کاراکتره باس فایت اول بازی و actually good game. فقط نسخه 1 و 2 رو بازی کنید. نسخه 3 رو یه استودیو دیگه درست کرده. حقیقتا اگه میخواید برید بازیش کنید و داستانش اصلا ربطی نداره. اگه میخواید اگه 1 و 2 رو بازی کردید میخواید بازی بعدی همین سازنده ها رو بازی کنید، برید رمینال بریزید. ایناش رمینال ریانیمال. آره این بازی جدیدشونه. اینم میگن تو همون ژانر چیز خیلی عجیب غریبی. آره خلاص دیگه چی داریم اینجا؟ دیگه چی حاجی چقدر طول کشید تا اینجاش رسیدیم. پیر شدم. اینم مال همون بندیه. پروژکتوره اسمش، که کاراکترهای داستانشه. اینو نمیشناسم. این باز مال دانت استار. این اکچولی مال یه دونه گیم جدیدیه که تازه اومده. یه گیم خیلی جالبی هم هست در رابطه با یه دوتا کاراکتره. این یکی هم یه دختر خانومه، این یکی هم یه شاهزاده است. این یه گرگه در واقع، میره پیش یه جادوگری که آدم بشه. این هم چشاش کوره و گرگه میخواد یه کاری کنه چشای این درست بشه، چون چشای اینو توسط این گرگه کور شده. حالا توضیحاتش خیلی بد دادم، ولی خب اصولا آره یه چیز جالبیه، خواستید برید تجربهش کنید. اینو نمیشناسم ولی به نظرم آرتاش خیلی باحالن. اینم همینطور. اینا هم دیگه داخل بلادبورن وایون. من بلادبورن خیلی دوست دارم ولی تا الان بازی نکردم. خیلی باحال بود اکچولی. این آرتای خیلی رندوم و اسکچی هم خیلی دوست دارم، خیلی جالبم برام. از اینا خیلی مستر هات نه میس هات چیزای جالب. اینو خیلی جالبه، این خیلی دوست دارم. اینا رو که کلا چشا گنده است خیلی خوشم میاد. این خیلی خوبه. اینا یاد سیلک سانگ افتادم، فکر کنم ادش کردم. سیلک سانگ زیاد دوست نداشتم خودم، حقیقتا زیاد بازی نکردم اون سبک بازی رو، ولی خب این دلقکم اگه نمیدونید رفرنس داره به کارت تاروت و یه انیمه. وایسا بهش میگفتن چی؟ میگفتن که لورد آف میستری بود. آها لورد آف میستری. ممنون. لورد آف میستری هم برید ببینید، عجب فیلمیه. حقیقتا بلادبورن وایو چی میگیرید؟ خیلی فیلم قشنگی. قشنگ دارم هر چیزی که دیدم هم میگم. بعد سفره دلو واکن، چرا که نه. بازم بلادبورن رفرنس ها اینجور چیز. این شهرهای قدیمی خاکستری رو به تیره نارنجی رو دوست دارم. این لباسای ماسکدار شیمیایی هم دوست دارم، خیلی جالبه برام. دیگه چی استیکمن کاراکتر انیمه تایپ. و این مال این اکچولی و برید ببینید. این سایلنت هیل، اینم پیشنهاد میکنم.
بلادبورن اینا رو یه دور نشون بدم، در موردش توضیح هم بدم. خب این که لازم به توضیح نیست، بلادبورنه. بذار بلادبورن هم بیارم براتون. دقیقاً فاز همینو داره بلادبورن، اگه برید نگاه کنید. بلادبورن فقط هم روی PS4 هست. عجب ببین اصلا این لیدیه وای، این یه عروسک خیلی جالبه حقیقتا تو لورا داستانی، ولی عجب چیزیه لعنت. حقیقتا تو بازی خاصی نمیدونم در موردش بدم. حقیقتا بازیه که در مورد یه شهریه که هیلاها کلشو گرفتن و این حرفا. شما هم یه شکارچی هستی میری تو این شهره. سایلنت هیل 2 هم که همین الان ریمیکش هم اومده. من خودم نسخه اصلی رو پیشنهاد میکنم چون ریمیکش ولی خب ریمیکش هم خوبه، ولی نسخه اصلی رو اگه خواستید برید نگاه کنید عجب چیزیه، خیلی عجیبه از این نظر. آره این قدیمی و نمیدونم وای اتمسفریک و نمیدونم شهرهای مهگیر، من خودم خیلی خوشم میاد از این فایل. پس اگه دوست داشتید برید نگاه کنید عجب چیزیه. اینم مربوط به انیمه هلسینگ التیمیت و حالت عادی داریم. این هلسینگ عادیه، هلسینگ در مورد ومپایراست. یه دونه التیمیت هم داریم که فکر کنم ریمیک همون قدیمی است، یعنی فرقی نداره. یعنی میتونید اول جدیده رو ببینید و برید قدیمی رو ببینید، اگه قدیمی رو دوست دارید برید قدیمی رو ببینید و جدیده رو ببینید. من خودم جدیده رو دیدم، قدیمی رو که نگاه کردم فرقی نداشت، فقط لحاظ گرافیکی یه خورده پایین‌تر بود. یعنی میگم یه ریدرها بهش کردم، ولی خب حقیقتا میگم ریمسترش خیلی قشنگ‌تره. پس میتونید برید اونم ببینید. دیگه چی دارم نه تکرار همونان. و من فکر کنم دیگه تموم شد یا لود نمیکنه. در هر صورت به نظرم اینجا خوبه. چون نمیتونم اینجوری بکشم. راضی امیدوارم بوده باشید از این ویدیو. نمیدونم ایده نداشتم حقیقتا، فقط خواستم ریکورد رو بزنم و یه چیز جالب ضبط کنم. یه چی میزنید 10 تا چیز دیگه میاد، یعنی به اپلیکیشن معتاد کننده است به نظرم. همین الان اینو پاک. امیدوارم خوشتون اومده باشه و آره دیگه فعلا خدافظ.